به نام الله بخشاینده و مهربان. باز یک روزی ماه شریف رمضان. الله تعالی را دعا میکنیم که هر یکی ما را استوار در راه حق گرداند و هر یکی ما را به راه راست هدایت فرماید. ما و شما چون همیشگی امروز نیز در مورد ماه شریف رمضان حدیث ها را و گفته های الله سبحانه و تعالی را نقل میکنیم. الله تعالی می فرماید: ای آنان که ایمان آورده اید، بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا فرموده او تعالی: ماه رمضان که در آن فرو آوردیم قرآن را راهنمای برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر کی از شما دریابد آن ماه را باید روزه گیرد آن را، و هر کی بیمار باشد یا مسافر بر وی لازم است که به شمار روزهای فوت شده از روزهای دیگر. سوره بقره آیت 183 تا 185. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم، و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود، و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزه‌دار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است. و برای روزه‌دار دو شادی است که بدان شاد می شود: یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است.